اولین اجرای سوپرانو دور هم دیگه به مناسبت شب یلدا و تا میتونین جیغ، سود، تشویق، براو و احسن، ماشاءالله هر چیزی که دلتون خواست. راه رویامو چه زود دزدید، من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید، او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. تا دیروز قدمی بردار، من رو باز به شروعش بگذار. کنار آقای منصوری باعث شد که آرتین هر روز علاقهش بیشتر بشه، پله ها رو هر روز بالاتر رفت. موسیقی که کلاً خوبه و همیشه توصیه هم شده و خب انتخاب یه استاد خوب و یه آموزشگاه خوبم دیگه خودش مزید بر علت میشه و بچه‌ها هم علاقهشون بیشتر میشه، هم یادگیریشون بهتر خواهد. خیلی عالی بوده توی مدت که هم حسین پاشا خودش خیلی راضی بوده، هم بسیار عالی. پاشا توی رفتارش هم تغییرات ایجاد شده. آره یه مقداری این برنامه کلاسش و تمرین‌های مستمری که باید داشته باشه باعث شده یه خورده رو برنامه تر بشه کارش. آموزش برای من صرفا یک شغلی نیست، یک عشق بازیه و یک ساختن روزهای بعده. من صرفا کار کودک انجام میدم، صرفا تمام اوقات من با کوچوله ها و رفقای کوچوله خودم میگذره، دیدن بزرگ شدنشون، دیدن پیشرفت کردنشون. پس واسه من حال کودک خیلی مهمتر از موسیقی. روحی خود کودک مهمه. چشمانداز من روزی میبینم که تمام این دوست‌ها و رفقای کوچوله من به شکل جدی ساز میزنن، خیلی جدی‌تر از اون چیزی که شاید حتی الان من فکرشو بکنم. چرا؟ چون یاد گرفتم که با موسیقی عشق بازی کنم، از موسیقی لذت ببرم و اونو به عنوان یک حرفه، صرفاً یک حرفه نگاهش نکنم.